30 شهریور قدرتمندترین پورتال آرزوها. در این روز زحل، سیاره‌ای که نماد انضباط و سرنوشته، درخشانترین حالت خودش رو در طول سال پیدا میکنه. همزمان در نیمکره جنوبی خورشید گرفتگی بزرگی اتفاق میفته. انگار ماه بخش بزرگی از خورشید رو میبله و آسمون پر از رمز و راز میشه. ستاره شناسا میگن در این لحظه مرز بین دنیاها نازکتر میشه و ما میتونیم انرژی ها رو خیلی واضح‌تر حس کنیم. این یعنی بهترین موقع برای پاکسازی انرژی های قدیمی و باز کردن فضا برای نیت های تازه و مثبت. 30 شهریور حتما این کار رو انجام بده. روی کاغذ چیزی که میخوای رهاش کنی رو بنویس. در کنارش یه نیت روشن برای آیندت رو هم بنویس. کاغذ رو زیر نور ماه بگیر، 3 ثانیه نفس بکش، 6 ثانیه نگه دار و 9 ثانیه بازدم کن. بذار آسمون آرزو رو با خودش ببره. این هماهنگی کیهانی توی ذهن و روح ما هم حس تازه شدن میاره. پس 30 شهریور میتونه نقطه شروعی باشه برای تغییرات بزرگ درونی. حتما این پست رو لایک کن و برای عزیزانت هم بفرست.